بالاخره محموله مخفی ایران به چین رسید. اگه برات هنوز سواله که کدوم کشور بعد از جنگ با اسرائیل به ایران داره کمک میکنه، تا آخر این ویدیو رو ببین تا یه پشت پرده عجیب رو بهت بگم. در واقع اسناد مخفی CIA آمریکا خبر از یه معامله مخفی بین ایران و چین دادن. بعد از جنگ 12 روزه چین فعلا تنها کشوریه که پشت پرده به ایران باتریای مخصوص موشک و فناوری‌های جدیدی رسونده تا به ایران در ساخت موشک‌های زمین به زمین بیشتر و قوی‌تر کمک کنه. اما در ازاش ایران هم چندین نفکش که به ناوگان ارواح معروفن و به بندر چینی ها رسونده. این ناوگان با استفاده از سیستم ناوبری بایدو چین هدایت میشن و از چشم آمریکا و اسرائیل مخفی میشن. به گفته کارشناسان اگه همینجوری چین محموله های جنگی رو به ایران برسونه، خیلی زود شاهد جنگ تمام عیارتر از قبل باید باشیم. از طرفی اسرائیل هم با محموله های سنگینی که از آلمان، بریتانیا و آمریکا دریافت کرده خودشو مجهزتر نشون داده. پیشبینی‌های نوستراداموس برای نبرد بزرگ آخرالزمان داره به حقیقت تبدیل میشه. به نظرتون ایران زودتر حمله میکنه یا اسرائیل؟